به کانال قصه های شبانه خوش آمدید. برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب و ویدیوهای ما را لایک کنید. این داستان پلی یک نفره. در حاشیه شهر پلی بود قدیمی با سنگ های سیاه و خزه گرفته. می گفتند 100 سال قدمت دارند، اما مردم از آن پل دوری می کردند. می گفتند شبهای جمعه زنی با لباس سفید روی آن پل راه می رود و منتظر می ماند، منتظر کسی که هیچ وقت نیامد. رامین راننده تاکسی بود. 30 سال سن داشت. شبهای جمعه از آن مسیر کار می کرد. نه از روی شجاعت، بلکه از روی ناچاری. مسیر خلوت بود، اما گاهی مسافر گیر می آمد. یک شب باران می بارید. مه غلیظی پل را پوشانده بود. رامین داشت از پل رد می شد که چیزی دید. یک زن با لباس سفید وسط پل ایستاده بود و به آب نگاه می کرد. رامین ترمز کرد. دلش می خواست فرار کند، اما پایش روی پدال نمی رفت. زن برگشت. صورتش سفید بود اما زیبا، چشمهایش غمگین. در عقب تاکسی را باز کرد و نشست. گفت مرا آن سوی پل برسان. رامین گاز داد، موتر از پل گذشت. چند دقیقه بعد به آن سوی شهر رسیدند. رامین برگشت نگاه کند. صندلی خالی بود. زن ناپدید شده بود. فقط بوی گلاب مانده بود. رامین فکر کرد خواب دیده، اما شب بعد دوباره زن را دید. لباس سفید وسط پل، همان نگاه غمگین. این بار رامین نترسید. در را باز کرد. زن نشست و گفت مرا آن سوی پل برسان. رامین پرسید شما کی هستید؟ زن جواب نداد، فقط نگاهش کرد. نگاهی که انگار 1000 سال حرف داشت. آن شب هم وقتی به مقصد رسیدن زن ناپدید شد و شب بعد هم. رامین دیگر نمی ترسید. کنجکاو شده بود. رفت سراغ قدیمی های محله تا اینکه پیرزنی را پیدا کرد و گفت من ماجرای آن پل را می دانم. پیرزن 70 سال داشت. گفت 50 سال پیش دختری بود به نام شیدا. عاشق پسری بود به نام فرهاد. هر شب زیر همین پل قرار می گذاشتند. یک شب فرهاد قول داده بود بیاید و با هم فرار کنند، اما نیامد. رامین پرسید چرا نیامد؟ پیرزن آهی کشید. گفت ماشینش در جاده واژگون شد، مرد. شیدا تا صبح منتظر ماند. وقتی خبر را شنید خودش را از پل انداخت پایین. از همان شب میگویند روحش روی پل میگردد و منتظر است. آن شب وقتی شیدا سوار شد رامین دیگر سکوت نکرد. گفت من میدانم تو کی هستی، میدانم منتظر فرهاد هستی. شیدا گریه کرد، اشکهای سفید روی گونه های سفید تر. گفت 50 سال است منتظرم. هر شب می آیم روی پول، اما او نیامد. رامین گفت او مرد شیدا. فرهاد همان شب مرد. شیدا سرش را بلند کرد و گفت میدانم، اما قول داده بود بیاید. من به قولش ایمان دارم. او نمیتواند نیامده باشد. 50 سال پیش رامین و شیدا زیر پل استاده بودند. شب بود، مهتاب میتابید. فرهاد دست شیدا را گرفته بود و می گفت من می روم و فردا بر می گردم. منتظرم باش، قول می دهم که بر می گردم. شیدا گفت تا ابد منتظرت می مانم. فرهاد خندید و گفت تا ابد که نه، فقط تا فردا. اما شیدا حرفش جدی بود. تا ابد منتظر ماند، حتی بعد از مرگش. رامین به دنبال فرهاد گشت. خانه اش را پیدا کرد. پیرمردی بود 80 ساله. روی ویلچر نشسته بود. چشمهایش را بسته بود و عکس شیدا را روی سینه داشت. رامین کنارش نشست و گفت شیدا هنوز منتظر شماست. روی پل 50 سال است که منتظر است. فرهاد چشم باز کرد. اشک از گونه های چروکیده‌اش جاری شد. گفت من قول دادم برگردم، اما تصادف کردم. پاهایم از کار افتاد. نتوانستم.
سالها بعد وقتی خوب شدم رفتم پول، اما شیدا نبود. فکر کردم رفته. نمیدانستم خودش را از روی پول انداخته. رامین گفت شیدا هر شب می آید و منتظر شماست. می خواهید او را ببینید؟ فرهاد گریه کرد و گفت من نمیتوانم راه بروم. پاهایم از کار افتاده. رامین گفت من میبرمتان امشب با تاکسی. او سوار می شود و شما را می بیند. فرهاد سکوت کرد و گفت می روم. آن شب باران می بارید. رامین فرهاد را در صندلی عقب نشاند. رفت سمت پول. مه غلیظ بود. شیدا آنجا بود، سفید تر از همیشه. در تاکسی را باز کرد. شیدا نشست. نگاهش به فرهاد افتاد. 50 سال انتظار در یک نگاه جمع شده بود. فرهاد گفت شیدا من آمدم. دیر شد اما آمدم. شیدا لبخند زد. لبخندی که 50 سال در دلش مانده بود. گفت میدانستم میایی. همیشه میدانستم. رامین موترش را روشن کرد و از پول گذشت. وقتی به آن سوی پول رسید برگشت نگاه کند. صندلی خالی بود. هر دو رفته بود. فقط بوی گلاب مانده بود. اما این بار رامین میدانست کجا رفتند. آن سوی پول جایی بود که دیگر نه پولی هست و نه انتظاری نه غمی. رامین لبخند زد. موترش را روشن کرد و رفت. از آن شب دیگر کسی شیدا را روی پول ندید. اما میگویند شب‌های جمعه می شود صدای خنده 2 نفر را از آن سوی پول شنید. صدای شیدا و فرهاد، عاشقانی که 50 سال دیر اما بالاخره به هم رسیدند. عشق اگر راست باشد حتی مرگ هم نمیتواند آن را تمام کند. فقط گاهی باید صبور بود، حتی اگر 50 سال طول بکشد. ممنون از این که تا این دم با ما همراه بودید. برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب و ویدیوهای ما را لایک کنید. خدا نگهدار.